پس از 13 هفته معالجه در شفاخانه دالاس استیون دونلسون را به خانه جواب دادند که آنجا همسایه ها پیشوازش گرفتند. در واقع شاید اینجا نبودم. ولی مبارزه او با ویروس تمام نشده است. حرکت کردن آسان نیست. هیچ چیز آسان نیست. معالجه دونلسون از بیماری کووید 19 آسان نبود چون او 2 سال پیش جراحی پیوندسازی را پشت سر کرد و داروهای فرونشاننده مسئولیتی بدن می گرفت. طبیبان این داروهایش را کم کردند تا بدنش با ویروس مبارزه برد. دونلسون را بیهوش کردند و زیر ماشین نفس‌دهی ماندند. همراه با معالجه دونلسون طبیبان چیزی زیادی را درباره ویروس آموختند. بیماران کووید 19 واقعا هم برای ما بی‌نظیرند چون که ما هم معالجه آنها را می‌آموزیم. برای طبیبان کاری حساس بود چون به تصمیمی که می‌گیری شبهه داری ولی عین زمان زود می‌آموزی. of our decision making and having to learn so much so quickly. You're doing awesome, Stephen. Big tall lungs. طبیبان میگویند برای معالجه دونلسون اصول خاصی را به کار بردند. او را به شکم میخوابانیدند و دونلسون در روز یکم 16 ساعت به شکم خوابیده است. هنگام معالجه جناب دونلسون ما اصولی را به کار بردیم که برای معالجه گرفتاران چنین بیماری‌های راه‌های نفس استفاده می‌بریم. یک اصول عملی و اساسی که برای معالجه گرفتاران التهاب سخت شش استفاده می‌شود به شکم خوابانیدن آنها است. با گذشت وقت به گفته طبیبان اکسیژن خون دونلسون بالا رفت و صحتش به حد خوب شد که از شفاخانه جوابش دادند.